مبحث عدم انطباق یا جابجایی‌ها یک مبحث بسیار جالب و عالی و بسیار کاربردی در بادی کد هستش. ما تا به امروز فکر می‌کردیم که فقط استخوان‌های بدن هستند که جابجا میشن. حتی در علم پزشکی هم زیاد به جابجایی ستون فقرات و استخوان‌ها اهمیت داده نمی‌شد. اما تو بادی کد ما می‌بینیم که تک تک بافت‌ها و ارگان‌ها می‌توانند جابجا شوند. از شست پا گرفته تا در واقع استخوان‌های اصلی که به عنوان ستون فقرات میشناسیم. اینجا قرار ما این موضوع رو بررسی کنیم که عدم انطباق‌ها و جابجایی‌ها شامل چه بافت‌ها و اندام‌هایی می‌شود و برای درمان اونها باید چه کارهایی انجام بدیم. و خیلی خیلی هم جدیه این موضوع و کمتر در علم پزشکی دیده شده که به این جابجایی مثلا در شست پا به این جابجایی اصلا توجه بشه، ولی نمونه‌ای رو که خود دکتر نلسون مطرح میکنه به این شکله که واقعا یک جابجایی مثلا در شست پا باعث ایجاد بیماری میگرن میشود و در نگاه اول اصلا فکر نمی کنیم که یک همچین حالتی وجود داره.